سلام خدمت تمامی بینندگان عزیز. همراه ما باشید با شنیدن خلاصه‌ای از شاهنامه. در روزگارهای بسیار دور، زمانی که هنوز نامی از پادشاهان نبود و جهان در تاریکی و بی‌نظمی فرو رفته بود، خداوند نوری از دل تاریکی آفرید و از آن نور کیومرث، نخستین انسان و نخستین پادشاه زمین، به وجود آمد. کیومرث نه تنها اولین انسان بود، بلکه نخستین کسی بود که توانست در دل جنگل‌ها و دشت‌های وسیع زندگی کند و با طبیعت درآمیزد. او به مردم نخستین آموخت که چگونه از طبیعت بهره ببرند، چگونه با زمین و آسمان ارتباط برقرار کنند و چگونه از منابع طبیعی به درستی استفاده کنند. کیومرث با حکمت و تدبیر خود پایه‌گذار اولین حکومت‌ها بود. پس از کیومرث، سلطنت به پسرش هوشنگ رسید. هوشنگ فردی بود با ذهنی برتر و دیدگاهی نو. او توانست بسیاری از فنون اولیه بشر را به مردم آموخته و زندگی آنها را از طریق کشف آتش، ابزارسازی و دیگر اختراعات اولیه دگرگون کند. هوشنگ در دوران پادشاهی خود توانست دیوان، موجودات شرور و اهریمنی که بر جهان حکومت می‌کردند شکست دهد و بر سرزمین ایران حکومت کند. او ابتدا به دست خود آتش را کشف کرد و مردم را از آن بهره‌مند ساخت. اما در دل این سرزمین پادشاهی ظالم و شوم به نام ضحاک وجود داشت که زندگی مردم را به تاریکی فرو برده بود. ضحاک پادشاهی بود که بر شانه‌های خود 2 مار داشت که از خون انسان‌ها تغذیه می‌کردند. برای ارضای این نیاز وحشیانه، ضحاک دستور داد هر روز 2 جوان را بیاورند تا خونشان به مارهای او داده شود. ظلم و فساد ضحاک به حدی رسید که مردم از شدت درد و رنج نمی‌توانستند تحمل کنند. در این زمان بود که فریدون، جوانی شجاع و باهوش از خاندان پادشاهان قدیمی، برخاست. او با نیروی شجاعت و قدرت خود و به کمک دلاوران نیکوکار توانست ضحاک را شکست دهد. فریدون ضحاک را به زنجیر کشید و او را از تخت سلطنت پایین آورد. این پیروزی بزرگ نشانه‌ای از این بود که هیچ ظلمی نمی‌تواند جاودانه بماند و در برابر عدالت همیشه پیروزی رغم می‌خورد. فریدون یک پسر به نام کیخسرو داشت که از همان کودکی ویژگی‌های بی‌نظیری از حکمت و شجاعت از خود نشان داد. کیخسرو پس از پدرش به تخت سلطنت نشست. در دوران حکومت او ایران به آرامش رسید و مردم در صلح و رفاه زندگی کردند. کیخسرو در جستجوی فضیلت و معنای حقیقی زندگی بود و به همین دلیل تصمیم گرفت که از سلطنت دست بکشد و به سرزمینی دور سفر کند. او به جستجوی حکمت و حقیقت رفت و این انتخاب او برای مردم ایران به مثابه یک درس بزرگ بود. او به آنها آموخت که حتی در اوج قدرت نیز میتوان از دنیای فانی دست کشید و به جستجوی معنای زندگی پرداخت. اما در دل شاهنامه هیچ چیز به اندازه داستان رستم، پهلوان بزرگ ایران، تاثیرگذار نیست. رستم، مردی با قدرت و شجاعت خارق العاده، در میدانهای جنگ هیچگاه شکست نمیخورد. او از سرزمین زابل به دنیا آمده بود و از همان کودکی نشان داد که بزرگترین پهلوان ایران خواهد شد. رستم در نبردهای بسیاری با دشمنان ایران شرکت کرد و در تمامی آنها پیروز شد. او از سرزمین زابل به دنیا آمده بود و از همان کودکی نشان داد که بزرگترین پهلوان ایران خواهد شد. رستم در نبردهای بسیاری با دشمنان ایران شرکت کرد و در تمامی آنها پیروز شد. او در نبردهای بزرگ با افراسیاب، پادشاه تورانی و دیگر دشمنان ایران جنگید و همیشه ایران را از خطرات بزرگ نجات داد. او نه تنها در میدان نبرد، بلکه در زندگی شخصی خود نیز به عنوان یک فرد وفادار به وطن و خاندانش شناخته میشد. اما یکی از تلخترین و تراژیکترین داستان‌های شاهنامه داستان رستم و سهراب است. سهراب، پسر رستم، از مادرش شنیده بود که پدرش یکی از بزرگترین پهلوانان ایران است و تصمیم می‌گیرد او را پیدا کند. در این جستجو سهراب به صفوف دشمنان ایران می‌پیوندد و در نبردی با ایرانیان در برابر رستم قرار می‌گیرد. هر دو نمی‌دانند که یکدیگر پدر و پسر هستند. در این نبرد رستم به دست خود سهراب را به قتل می‌رساند و پس از آن متوجه می‌شود که او پسر خود بوده است. این لحظه برای رستم نه تنها یک فاجعه شخصی بلکه یک ضربه روحی بزرگ بود.
مرگ سهراب برای رستم تبدیل به یک تراژدی بزرگ شد و قلب او پر از اندوه و پشیمانی گردید. پس از این حادثه رستم همچنان در میدانهای جنگ حاضر بود و به دفاع از ایران ادامه میداد. اما یکی از بزرگترین چالش‌های زندگی او نبرد با اسفندیار شاهزاده کیکاووس بود. اسفندیار که در پی اثبات قدرت خود بود با رستم به مبارزه پرداخت. اسفندیار که به عنوان جوانی شجاع و نیکوکار شناخته میشد در این نبرد کشته شد. اما رستم نیز در این نبرد به شدت آسیب دید و در نهایت کشته شد. مرگ رستم و اسفندیار پایان بخش دوران اسطوره‌ای شاهنامه بود و نشان از آن داشت که هیچ قهرمانی نمیتواند برای همیشه زنده بماند. پس از مرگ این قهرمانان بزرگ، ایران وارد دوره‌ای جدید شد. یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، بر تخت سلطنت نشست. اما این دوره نیز با حمله اعراب به ایران پایان یافت. حمله اعراب و سقوط امپراتوری ساسانی پایان بخش دوران شاهنامه بود. ایران وارد دوران جدیدی شد و بسیاری از آداب و رسوم کهن ایرانی با ورود اسلام تغییر کرد. اما داستان‌های شاهنامه همچنان در دل ایرانیان باقی ماند و یادآور شجاعت، وفاداری و عشق به میهن بود. شاهنامه نه تنها تاریخ ایران باستان را روایت می‌کند، بلکه در دل خود آموزه‌هایی از اخلاق، شجاعت، فداکاری و مبارزه با ظلم دارد. فردوسی با سرودن این اثر عظیم هویت ایرانی را در برابر گذر زمان حفظ کرد و امروز شاهنامه همچنان به عنوان یکی از بزرگترین آثار ادبی جهان شناخته می شود. این کتاب از یک سو به ما نشان می دهد که هیچ قدرتی نمی تواند برای همیشه جاودان باشد. اما از سوی دیگر به ما یادآوری می کند که در برابر ظلم و سختی ها همواره باید ایستاد و از اصول انسانی و ملی خود دفاع کرد. اگر از شنیدن این داستان خوشتون اومد، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و کامنت بذارین و زنگونه رو فعال کنید تا از داستان‌های بعدی ما در جریان باشید.